مسئله دوم ما موضوع فقر در لرستان و به ویژه حوزه انتخابی خرم‌آباد و چگنی هستش. بر اساس آمار سال 401 لرستان کمترین درآمد سرانه رو در بین استانهای کشور داشته. یعنی ما فقیرترین مردمان سرزمین ایرانی. 210,000 نفر تحت پوشش کمیته امداد داریم. بالغ بر 100,000 نفر از کمک‌های موردی از کمیته امداد و سایر نهادها استفاده می‌کنند. زنان بی سرپرست، بد سرپرست تحت پوشش بهزیستی بسیار زیاد شدند. طلاق در لرستان داره به مرز 40% نزدیک میشه. همه اینها به دلیل فقر، به دلیل نداشتن شغل. ما از تمام نهادها و از دولت میخوایم به جای اینکه کمک‌های موردی به مردم ما بکنن، به جای اینکه ما رو تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ببرن، به جای این برای ما کارخونه بسازن، اشتغال ایجاد کنن تا گردش اقتصادی در این استان ایجاد بشه، تا ما بتونیم بر فقر در این استان غلبه کنیم.